آقای عباس احمدی؟ هم دال گرفتم هم دال دادم. بله دیگه، دال زلف و الف قامت و میم دهنش، هر سه دامند و بدان سید جهانی چو منش. من چند بیت از یک بفرمایید از کارهای خودتون. دوش گفتید ای جوانان جعلق، کار نیست، کار هست اما برای مردم بیکار نیست. آن مدیر چند شغل زحمتش را می کشد، پس مشو پاپیچ کار و فکر کن انگار نیست. راز علافیز مسئولی و از این جویا شدم، گفت این جز فتنه عمال استکبار نیست. گفت شغلت چیست بی خود هی چرا نق میزنی؟ گفتمش غیر از فروش تخمه و سیگار نیست. گفت داری شغل والایی خدا را شکر کن، مثل سعدی در نظامیه تو را ادرار نیست. وضع ما در شغل از خیلی ممالک بهتر است، تو برو تا گینه میبینی همین مقدار نیست. خلاصه اینکه نیم ساعت کار هم یک شغل میگردد حساب، اشتغال آقا نماز جعفر طیار نیست. گفتمش از سر کلاه هم را چرا برداشتی؟ گفت در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست. خیلی ممنون، نظیره قشنگی بود از اون شعر معروف پروین اعتصامی و شما هم به زیبایی از پسش برآمده بودید. ممنون.